عاشق پسر پولدار و خانواده داری شده بودم، ولی خجالت میکشیدم بهش بگم، چون بابام رفتگر بود. ولی من بابامو با دنیا عوض نمیکردم. تا اینکه یه روز اتفاقی افتاد که... سلام، اسم من فاطمه است. 21 سالمه و توی یکی از محله‌های معمولی تبریز به دنیا اومدم. محله‌ای که بیشتر آدماش سالها کنار هم زندگی کرده بودن و همه از حال هم خبر داشتن. اگه یه اتفاقی برای یکی میافتاد تا شب همه ی محل میفهمیدن. نه سر فضولی، بیشتر از روی همدلی و رفاقتی که بینشون بود. خونه ما یه خونه ساده و قدیمی بود. نه بزرگ بود و نه شیک، ولی همیشه گرمای محبت توش حس میشد. 2 خواهر بزرگتر از خودم داشتم، زهرا و زینب، که ازدواج کرده بودن و رفته بودن سر خونه زندگیشون. زهرا یه دختر و یه پسر داشت که هر وقت می اومدن خونمون از صدای جیغ و خنده هاشون پر می شد. زینبم یه پسر داشت که تازه راه افتاده بود و حسابی شیرین بود. غیر از خواهرها یه داداش کوچیکترم داشتم به اسم علی که 18 سالش بود و تک پسر خونه بود و تازه رفته بود سربازی. دوره آموزشش هم افتاده بود جرفا لب مرز. از همون روزی که اعزام شده بود مامانم هر روز دعا میکرد که سالم برگرده. بابامم هر وقت اسم علی میومد ناخودآگاه لبخند میزد، چون علی عزیز دردونه خونه بود. به خاطر اینکه بعد از 3 دختر به دنیا اومده بود زیادی لوسش کرده بودن. چه خونه بود چه نبود آخرش حرف علی میشد. البته خودشم پسر بدی نبود، مهربون و شوخ طبع بود. فقط از بس همه دور سرش میچرخیدن و قربون صدقش میرفتن به این رفتار عادت کرده بود. مامانم یه زن خونه دار ساده و مهربون بود. از اون زنا که هیچ وقت خودشو نمیدید. همه یه فکر و ذکرش بچه هاش بودن. از صبح که بیدار میشد تا آخر شب یا مشغول آشپزی بود یا تمیز کردن خونه یا رسیدگی به بابام. هیچ وقت یادم نمیاد اول برای خودش چیزی خواسته باشه یا آرزویی کرده باشه. همیشه میگفت خوشحالی شما خوشحالی منه. هر وقت میدید ما دور هم جمع شدیم و میگیم و میخندیم انگار دنیا رو بهش میدادن. بابام یه رفتگر ساده شهرداری بود. هر روز قبل از اینکه هوا روشن بشه از خونه میرفت بیرون و وقتی برمیگشت خستگی از سر و روش میبارید، ولی تا ما رو میدید خنده روی لبش میومد. از اون مردایی بود که هیچ وقت از سختی کار شکایت نمیکرد. همیشه میگفت نون حلال اگه کمم باشه برکتش از هر پولی بیشتره. خیلی وقتا دستاش از شدت کار زخم میشد یا کمرش درد میگرفت، ولی نمیذاش که ما بفهمیم. فقط میگفت چیزی نیست، درست میشه. راستش من هیچ وقت از شغل بابام خجالت نکشیدم. برعکس همیشه بهش افتخار میکردم، چون خوب میدونستم هر چیزی که توی این خونه داریم با زحمت اون به دست اومده. بابام شاید لباس گرون قیمت نمیپوشید، شاید ماشین مدل بالا نداشت، شاید خونه ی آنچنانی نداشتیم، ولی یه چیزی داشت که خیلی از آدمای پولدار ندارن. اونم دل پاک و وجدان راحت بود. هیچ وقت یادم نمیاد یه لقمه نون حروم سر سفره ما آورده باشه. همیشه از خودش زده بود تا ما کمبودی حس نکنیم. وقتی مدرسه میرفتیم نمیذاش هیچی از بقیه کم داشته باشیم. هر کاری از دستش برمی اومد برای خوشحال کردنمون انجام میداد. واسه همین من بابامو با هیچ آدمی توی دنیا عوض نمی کردم. چون میدونستم اگه امروز با خیال راحت دارم زندگی میکنم فقط به خاطر زحمتای اونه. من بعد از اینکه دیپلم گرفتم میخواستم دیگه ادامه تحصیل ندم. نه اینکه دوست نداشته باشم درس بخونم، فقط دلم نمیخواست همه یه بار زندگی روی دوش بابام باشه. برای همین دنبال کار میگشتم، ولی بابام بازم نذاشت و گفت باید بری دانشگاه. منم مجبور شدم قبول کنم، ولی بعد از ظهرها توی مغازه لوازم آرایشی فروشندگی میکردم تا حداقل خرج دانشگاه هم خودم در بیارم. ولی نمیدونستم که این دانشگاه رفتن قرار مسیر زندگیمو عوض کنه. قضیه از جایی شروع شد که توی دانشگاه با اشکان آشنا شدم. اشکان همسن خودم بود. یه پسر خوشتیپ و خوشهیکل که از همون نگاه اول معلوم بود توی یه خانواده مرفه و با شخصیت بزرگ شده.
نه فقط از روی لباسایی که میپوشید، از طرز حرف زدنش، از رفتارش، از احترامش به بقیه، همه چیز داد میزد که تربیت درستی داشته. با این حال هیچ وقت ندیدم که بخواد پول یا موقعیت خانواده‌اش رو به رخ کسی بکشه. برعکس از اون آدمایی بود که خیلی ساده رفتار میکرد. با همه سلام و احوال پرسی میکرد و هیچ فرقی بین آدمو نمیذاشت. همین اخلاقش باعث شده بود بیشتر بچه‌های دانشگاه ازش خوششون بیاد. اولین بار سر یه پروژه دانشگاه با هم آشنا شدیم. استاد ما رو توی یه گروه گذاشته بود تا روی یه تحقیق کار کنیم. اوایل فقط درباره درس و پروژه حرف می‌زدیم. هر کی کار خودش رو انجام میداد و نتیجه رو با هم یکی می‌کردیم. بعد از چند هفته کم کم حرفامون از درس بیشتر شد. گاهی بین کلاس چند دقیقه کنار هم می‌شستیم، از زندگی، از آینده و از چیزایی که دوست داشتیم حرف می‌زدیم. هر روزی که می‌گذشت بیشتر می‌فهمیدم که اشکان فقط ظاهر خوبی نداره، قلبش هم مهربون و خواستنیه. همیشه با احترام حرف میزد. هیچ وقت وسط حرفم نمیپرید. اگه مشکلی برام پیش میومد، اولین نفری بود که میگفت اگه کمکی از دستم برمیاد بگو. کم کم صمیمیتر شدیم. دیگه وقتی وارد دانشگاه میشدم، ناخودآگاه دنبالش میگشتم. اگه یه روز نمیومد، انگار یه چیزی کم بود. خودم هم دلیل این حسمو نمیدونستم. فقط میدونستم که بودنش حالمو خوب میکنه. وقتی میخندید منم ناخودآگاه لبخند میزدم. وقتی ناراحت بود دلم میخواست بدونم چی شده و کمکش کنم. اونم همینطوری بود. هر وقت من دانشگاه نمیرفتم به هم پیام میداد و حالمو میپرسید. حتی بعضی وقتا جزوه‌هاشو برام میفرستاد که از درس عقب نمونم. اون موقع اصلا فکر نمیکردم یه روزی من و اشکان عاشق هم بشیم. با خودم میگفتم ما فقط 2 دوست خوبیم که اتفاقی توی دانشگاه با هم آشنا شدیم و بعد از تموم شدن درس هر کدوممون میریم دنبال زندگیمون. ولی اشتباه میکردم. هرچی زمان میگذشت وابستگیم بهش بیشتر میشد. به جایی رسیده بود که اگه چند ساعت ازش خبر نداشتم بی اختیار گوشیمو برمی‌داشتم ببینم که شاید اسمسی ازش اومده باشه. اونم با رفتارش نشون میداد که نسبت به من بی تفاوت نیست. من از رفتاراش میفهمیدم که جای خاصی توی قلبش دارم. میونمون با هم خوب بود. نه دعوایی داشتیم، نه سوء تفاهمی. نه اشکان تا اون روز کاری کرده بود که ازش ناراحت بشم، نه من دلیلی داشتم که ازش دلخور بشم. همه چیز آروم و قشنگ پیش میرفت. ولی یه مشکل بزرگ بینمون بود. مشکلی که هر روز بیشتر از قبل ذهنمو درگیر میکرد. اشکان هیچ وقت درباره وضعیت مالی خانواده‌اش حرفی نمیزد. ولی از ماشینی که سوارش بود، از لباسایی که میپوشید و از حرفایی که گاهی بین صحبتاش میزد، معلوم بود که زندگیش با زندگی ما خیلی فرق داره. از اون طرف من دختر یه رفتگر ساده بودم. بابایی که با زحمت و عرق ریختن نون حلال سر سفرمون می آورد. با اینکه همیشه بهش افتخار میکردم، نمیدونستم اگه یه روز اشکان حقیقت رو بفهمه بازم همون نگاه همیشگی رو بهم داره یا نه. همین فکر کم کم شده بود بزرگترین ترس زندگی. ترسی که هر روز با خودم حملش میکردم و حتی جرأت نداشتم یک کلمه‌ام درباره شغل بابام جلوی اشکان حرف بزنم. از یه طرفم خانواده اشکان بودن. هر چقدر بیشتر راجع بهشون میشنیدم بیشتر میترسیدم. با خودم میگفتم معلومه که پدر و مادرش دلشون میخواد عروسشون از یه خانواده هم سطح خودشون باشه. دختری که وضع مالی خوبی داشته باشه، باباش تاجر یا دکتر یا مهندس باشه، نه دختری یه رفتگر ساده شهرداری. من نه لباس گرون قیمت می پوشیدم، نه اهل آرایش غلیظ بودم، نه دنبال جلب توجه کسی. همیشه ساده لباس می پوشیدم، ساده می گشتم و به همون چیزایی که داشتم راضی بودم. حتی خیلی وقتا لباسامو چند سال می پوشیدم تا وقتی هم کهنه نمی شد عوضشون نمی کردم. نه اینکه بابام برام نخره ها، فقط دلم نمیخواست خرج اضافه روی دستش بذارم. چون خوب میدونستم هر 1000 تومن پولی که در میاره با چه زحمتی به دست میاد. همین تفاوت بین زندگی من و اشکان باعث شده بود که هر روز بیشتر توی فکر برم.
هر بار که کنار هم راه می رفتیم یه گوشه ذهنم مدام با خودم می گفتم فاطمه، آخر این راه به کجا می رسه؟ اگه یه روز اشکان ازت خواست خانوادت رو ببینه چی می خوای بگی؟ اگه پرسید بابا چی کار است می خوای چه دروغی بگی؟ ولی من هیچ وقت حاضر نبودم به خاطر یکی دیگه، حتی پسری که عاشقشم، از کار بابام خجالت بکشم یا شغلش رو پنهون کنم. بابای من با زحمت و نون حلال منو بزرگ کرده بود و من بهش افتخار میکردم. ولی از طرف دیگه از قضاوت آدمو میترسیدم. از اینکه اشکان یا خانواده‌اش بعد از فهمیدن حقیقت نگاهشون نسبت به من عوض بشه. خیلی وقتا تصمیم میگرفتم قبل از اینکه بیشتر از این به هم وابسته بشیم خودم رو از اشکان دور کنم. با خودم میگفتم اگه الان تمومش کنم کمتر آسیب میبینم. ولی هر بار که میدیدمش تمام تصمیمام از یادم میرفت. دوباره دلم نمیومد ازش فاصله بگیرم. راستش مشکل من اشکان نبود. من از خودش هیچ رفتار بدی ندیده بودم. اتفاقاً هر روز بیشتر از قبل مطمئن می شدم که آدم خوبیه. مشکل اصلی ترس خودم بود. ترس از روزی که حقیقت معلوم بشه. ترس از این که بین عشق و غرورم مجبور بشم یکی رو انتخاب کنم. چون من هر کاری که می کردم حاضر نبودم حتی یک لحظه باعث بشم که بابام احساس کنه از شغلش خجالت می کشم. بابام شاید رفتگر بود، ولی شرافتش از خیلی آدمایی که پشت میزای شیک میشستن بیشتر بود و من خوب میدونستم اگه یه روزی قرار باشه کسی منو فقط به خاطر شغل بابام قضاوت کنه، همون بهتر که از همون روز اول از زندگیم بره. تا اینکه بالاخره تصمیممو گرفتم. دیگه خسته شده بودم از این همه فکر و استرس. با خودم گفتم اگه اشکان واقعا منو برای خودم میخواد، پس باید حقیقت زندگیمم قبول کنه و اگه قرار فقط به خاطر کار بابام ازم فاصله بگیره، بهتر همین الان این اتفاق بیفته، نه وقتی که وابستگیمون بیشتر شده باشه. اون روز دانشگاه نداشتم. از صبح رفته بودم سر کار. بیشتر وقتا شیفت بعد از ظهر میرفتم، ولی هر وقت دانشگاه نداشتم از صبح میرفتم. چون هر ساعتی که بیشتر کار میکردم آخر ماه حقوقم بیشتر میشد. اون روز از صبح ذهنم درگیر بود. نه حواسم به مشتریا بود نه به حرف همکارم. فقط مدام به این فکر میکردم که تا چند ساعت دیگه ممکنه تکلیف من و اشکان برای همیشه مشخص بشه. از چند روز قبل با اشکان قرار گذاشته بودیم که بعد از اینکه کارم تموم شد بیاد دنبالم. اشکان چند باری گفته بود که فاطمه، من تصمیممو گرفتم. میخوام اگه خانوادت اجازه بدن و خودت راضی باشی با مامان و بابام بیام خواستگاریت. ولی من هر بار یه بهونه می آوردم و میگفتم هنوز زوده یا بذار یکم دیگه بگذره. ساعت کاری که تموم شد، اشکان مثل همیشه سر وقت جلوی فروشگاه منتظرم بود. همین که سوار ماشین شدم با لبخند گفت امروز دیگه آدرس خونتون رو به هم میدی دیگه. میخوام حاج آقا رو ببینم. منم یه لبخند کوتاه زدم و گفتم آره، امروز خودم میبرمت پیشش ببینیش. اشکان با کنجکاوی سوال میپرسید، ولی من میگفتم یکم صبر کن، خودت میبینی. اونم دیگه چیزی نگفت و فقط ماشین راه انداخت. وسط راه گفتم لطفاً همینجا نگه دار. اشکان ماشین رو کنار خیابون نگه داشت. از ماشین پیاده شدم و رفتم یه ساندویچی کوچیک که همیشه بابام از اونجا نهارش رو می‌خرید، 2 ساندویچ و یه دوغ گرفتم. فروشنده گفت مثل همیشه برای آقا رضاست. سرمو تکون دادم و پولش رو حساب کردم. وقتی برگشتم اشکان با تعجب به کیسه توی دستم نگاه کرد و گفت مگه قرار نبود بریم پیش بابات؟ اینا چیه؟ گفتم چند دقیقه دیگه خودت میفهمی. فقط فعلا چیزی نپرس. دوباره راه افتادیم. هرچی جلوتر میرفتیم قلبم تندتر میزد. انگار صداشو خودم میشنیدم. 1000 جور فکر توی سرم میچرخید. با خودم میگفتم شاید بعد از امروز دیگه هیچ وقت اشکانو نبینم. شاید همین امروز همه چیز تموم بشه. ولی بازم پشیمون نشدم.
چون میدونستم دروغ گفتن یا پنهون کردن حقیقت آخرش فقط درد بیشتری به وجود میاره. چند دقیقه بعد گفتم همینجا نگه دار. اشکان ماشین رو نگه داشت و گفت اینجا که خونه نیست. از ماشین پیاده شدم و گفتم بیا انقدر عجله نکن. اونم بدون اینکه چیزی بپرسه دنبالم راه افتاد. از بین درختها و مسیر سنگفرش پارک رد شدیم. از دور بابامو دیدم که با لباس نارنجی مشغول جمع کردن برگای خشک بود. کلاهشو پایین کشیده بود و مثل همیشه بی صدا کار میکرد. انگار اصلاً متوجه اطرافش نبود. چند لحظه همونجا وایسادم. نفس عمیقی کشیدم. بعد برگشتم سمت اشکان و آروم گفتم اشکان، کسی که اونجا مشغول کاره بابای منه. بابایی که تمام عمرش با زحمت نون حلال سر سفره ما آورده. من هیچ وقت ازش خجالت نکشیدم و هیچ وقتم نمیکشم. امروز خواستم قبل از اینکه یه قدم دیگه برداریم حقیقت زندگی منو با چشم خودت ببینی. حالا تصمیم با خودته که بعد از دیدن این صحنه هنوزم بخوای کنارم بمونی یا نه. برعکس چیزی که تمام این مدت ازش میترسیدم هیچ کدوم از اون اتفاقا نیفتاد. اشکان نه رنگش عوض شد، نه اخماش رفت تو هم، نه حتی یه لحظه احساس کردم از دیدن بابام خجالت کشیده. فقط چند ثانیه آروم به بابام نگاه کرد و بعد بدون اینکه چیزی بگه قدماشو تندتر کرد و مستقیم رفت سمت بابام. منم پشت سرش راه افتادم. قلبم انقدر تند میزد که فکر میکردم الان از سینم بیرون میزنه. بابام که متوجه ما شد سرشو بلند کرد. اول اشکان دید، بعد نگاش افتاد به من و با تعجب گفت دخترم اینجا چی کار میکنی؟ هنوز چیزی نگفته بودم که اشکان جلو رفت، با احترام دستشو سمت بابام دراز کرد و گفت سلام عمو، خسته نباشین، حالتون خوبه؟ بابامم با همون روی خوش همیشگیش دستشو گرفت و جواب داد سلام پسرم. ممنون، خدا رو شکر، شما خوبی؟ اشکان گفت ممنونم عمو. بعد یه لحظه مکث کرد. انگار میخواست جمله هاشو درست کنار هم بچینه. بعد آروم گفت من اشکانم، هم دانشگاهی فاطمه. چند وقت با هم توی دانشگاه آشنا شدیم. امروز اومدم اول شما رو ببینم، بعد اگه اجازه بدین با خانوادم بیایم خواستگاری دخترتون. بابام چند لحظه فقط به صورت اشکان نگاه کرد. بعد نگاهش آورد سمت من. منم سرمو انداخته بودم پایین و از خجالت حتی جرأت نمی کردم توی چشماش نگاه کنم. آروم رفتم جلو. صورت بابامو بوسیدم و گفتم خسته نباشی بابا. بابام مثل همیشه دستشو روی سرم کشید و گفت سلامت باشی دخترم. بعد دوباره رو به اشکان کرد و لبخند زد. لبخندی که هنوزم وقتی یادم میفته دلم گرم میشه. بعد گفت پسرم، مهمون حبیب خداست. هر وقت صلاح دونستین با پدر و مادرتون تشریف بیارین خونه تا با هم آشنا بشین. اشکان نفس راحتی کشید. انگار اونم مثل من استرس داشت. با احترام گفت ممنون. قول میدم اگه قسمت شد هیچ وقت نذارم فاطمه از انتخابش پشیمون بشه. بابام لبخند زد و گفت پسرم، زندگی با قول قشنگ ساخته نمیشه. با مردونگی و احترام ساخته میشه. اگه این دوتا باشه بقیه یه چیزام درست میشه. چند دقیقه کنار بابام موندیم. موقعی رفتن اشکان با احترام از بابام خداحافظی کرد و باهاش دست داد. وقتی سوار ماشین شدیم چند دقیقه هیچ کدوممون حرفی نزدیم. من فقط از شیشه بیرون رو نگاه میکردم و اشکان بی اختیار روی صورتم میریخت. این بار از ناراحتی نبود، از سبک شدن دلم بود. اشکان آروم نگام کرد و گفت فاطمه، تو واقعا فکر میکردی که من همچین آدمیم که چون بابات رفتگره بخوام ولت کنم؟ بعد گفت مگه رفتگری چشه؟ دزدی که نمیکنه. خیلی هم شغل شریفیه و من براش ارزش قائلم. ولی واقعا از طرز فکرتو ناراحت شدم.
فکر نمی کردم از من همچین شخصیتی توی مغزت باشه. کار بابات خجالت نداره. اگه بابای خودمم بود بهش افتخار می کردم. مطمئنم بابای تو آدم با فرهنگ و با شخصیتیه. ازش معلومه، چون دختر خانومی مثل تو تربیت کرده. با شنیدن حرفاش لبخند روی لبم نشست، اشکامو پاک کردم. انگار یه بار سنگین از روی دوشم برداشته شد. تمام اون ترسی که ماها با خودم این طرف اون طرف کشیده بودم همونجا تموم شد. آدمی که ارزش واقعی آدما رو بشناسه هیچ وقت شغل پدر و مادرشونو ملاک قضاوت قرار نمیده. اون روز یه درس خیلی بزرگ از زندگی گرفتم. فهمیدم آدم با شخصیت هیچ وقت ارزش یه انسانو با پول و ماشین و خونه نمیسنجه. اشکان نه تنها خودش همون آدمی بود که از اول شناخته بودم، بلکه خانواده‌ش هم درست مثل خودش بودن. آدمایی با شعور، با احترام و با اصالت. اون روز فهمیدم این رفتارای از بالا نگاه کردن و تحقیر کردن بیشتر برای آدمایی که تازه به یه جایی رسیدن و فکر میکنن پول دلیل برتریشونه، وگرنه آدمایی که واقعا ریشه و فرهنگ درست دارن هیچ وقت کسی رو به خاطر شغل یا وضع مالیش کوچیک نمیکنن. چند روز بعد اشکان گفت با مامان و باباش میخوان بیان خونمون تا رسمی از بابام خواستگاریم کنن. راستش بازم ته دلم استرس داشتم. نه از اشکان، از اینکه نکنه خانواده‌اش وقتی بیان خونمون نظرشون عوض بشه. ولی وقتی اون روز رسید فهمیدم همه ی نگرانیام بی دلیل بودن. نزدیک غروب زنگ خونه به صدا در اومد. بابام رفت در رو باز کرد. مامان و بابای اشکان با یه دسته گل و شیرینی وارد خونه شدن. از همون لحظه اول با احترام با بابام و مامانم سلام و احوال پرسی کردن. انگار سالها بود که همدیگر رو میشناسن. نه خبری از تکبر بود، نه غرور، نه حتی یه رفتاری که باعث بشه ما احساس معذب بودن کنیم. مامان اشکان یه خانوم خیلی مهربون و خوش برخورد بود. از همون اول اومد کنار مامانم نشست و شروع کرد به حرف زدن و چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که صدای خندشون بلند شد. بابای اشکانم کنار بابام نشست و از کار و زندگی و روزگار حرف میزد. جوری رفتار میکرد که انگار هیچ تفاوتی بین خودش و بابام نمیبینه. این رفتارش بیشتر از هر چیزی توجهمو جلب کرده بود. چون خیلی راحت میشد فهمید احترامی که میذاره از ته دلشه، نه برای تعارف. بعد از اینکه چای و شیرینی خوردیم، بابای اشکان با لبخند رو به بابام کرد و گفت: حاج آقا، ما امروز اومدیم اگه شما و خانوم اجازه بدین دخترتون رو برای پسرمون خواستگاری کنیم. بابام یه نگاهی به من کرد، بعد با لبخند گفت: اگه قسمت این دوتا جوون خوشبختی کنار هم باشه ما هم خوشحال میشیم و جوابمون مثبته. همون لحظه لبخند روی صورت همه نشست. مامان اشکان کیف کوچیکی که همراهش بود باز کرد و یه جعبه مخملی از توش در آورد. بعد کنارم اومد، دستمو گرفت و گفت: دخترم، امیدوارم همیشه کنار هم خوشبخت باشین. بعد آروم انگشتر نشون رو توی انگشتم کرد. منو بغل کرد، صورتمو بوسید و گفت: از امروز تو هم دختر مایی. این حرفش انقدر صادقانه بود که بی اختیار اشک از گوشه چشمم سرازیر شد. منم بغلش کردم و ازش تشکر کردم. اون شب خیلی زود یخ بین دوتا خانواده آب شد. با اینکه اولین بار بود همدیگر رو می‌دیدن، ولی انقدر گرم و صمیمی رفتار می‌کردن که انگار سالها با هم رفت آمد داشتن. فضای خونه پر از صدا و خنده شده بود و من هر بار که به بابام نگاه می‌کردم خدا رو شکر می‌کردم که هیچ وقت از داشتن همچین پدر خجالت نکشیدم. چون همون مرد زحمتکش با دستای پینه بستش باعث شده بود امروز با سربلندی کنار کسی که دوستش دارم باشم. چند ماه بعد مراسم عقد عروسیمون با هم برگزار شد. نه عروسی خیلی پرزرق و برقی گرفتیم، نه دنبال چشم و همچشمی بودیم. فقط میخواستیم کنار آدمایی که دوستشون داریم جشن بگیریم. از صبح خونه پر از رفت و آمد بود.
مامانم از خوشحالی اشک توی چشماش جمع میشد. ولی هر بار میگفت اینا اشکی شوقه. بابا من با اون کت و شلوار ساده‌ای که پوشیده بود از همیشه خوشحالتر به نظر می رسید. هر بار که نگاش می کردم یاد تموم روزایی می افتادم که قبل از طلوع آفتاب از خونه بیرون می رفت تا ما کمبودی حس نکنیم. می دونستم همه ی آرامشی که امروز توی زندگیم دارم نتیجه همون زحمت است. وقتی مراسم تموم شد و خواستم از بابام خداحافظی کنم، خودم رو انداختم توی بغلش و زدم زیر گریه. بابامم مثل همیشه دستشو روی سرم کشید. منم دستشو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم. زندگی من و اشکان بعد از ازدواج مثل هر زندگی دیگه‌ای بالا و پایین داشت. ولی چیزی که باعث شد کنار هم بمونیم احترام و اعتمادی بود که از همون روز اول بینمون وجود داشت. نه من هیچ وقت خودم از اشکان کمتر دیدم، نه اون هیچ وقت اجازه داد کسی از گل نازک‌تر بهم بگه. با خانواده‌ام با همون احترام روز اول رفتار میکرد. من یاد گرفتم عشقی که با حقیقت از بین بره از همون اول عشق واقعی نبوده. فهمیدم ارزش آدم به دلشه، به شرافتشه، به زحمتیه که برای نون حلال میکشه. بابای من رفتگر بود، ولی هیچ وقت دستش جلوی کسی دراز نشد و همیشه با عزت زندگی کرد و همین برای من بزرگترین افتخار دنیاست. از اون طرفم فهمیدم هر آدم پولداری مغرور و از خود راضی نیست. چیزی که آدما رو از هم جدا میکنه پول نیست، تربیت و شخصیتشونه. اگه یه روز بین پول و شرافت مجبور به انتخاب شدی، همیشه شرافت رو انتخاب کن. چون پول شاید یه روز از بین بره، ولی آبرو و انسانیت تا آخر عمر کنار آدم میمونه و آدمایی که ارزش واقعی تو رو بدونن هیچ وقت به خاطر شغل پدر و مادرت یا مقدار پولی که توی حسابت داری قضاوتت نمیکنن. چون عشق واقعی از احترام شروع میشه، نه از ثروت و ظاهر. و این بزرگترین درسی بود که زندگی به من یاد داد. خب دوستای عزیزم، داستان امشبمونم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یادتون نره برای حمایت یه قلب قرمز توی کامنت ها برام بذارید. اینو بدونید همین کامنتی که برام میذارید بیشتر از چیزی که فکر کنین بهم کمک میکنه و برام ارزشمنده. دوستتون دارم. شبتون بخیر و پر از آرامش.